سرخط خبرها. امروز 30 آپریل 2024 صدای ما را از رادیو تفلیس میشنوید. سخنرانی ایوانیشویلی: من به شما قول میدهم در سال 2030 عضو اتحادیه اروپا میشوید. رئیس جمهور گرجستان: راهپیمایی به سبک پوتین. ساکاشویلی: ایوانیشویلی در ماه‌های آینده آسیب بیشتری به کشور وارد خواهد کرد. تعطیلات رسمی پیش رو: 7م، 8م و 10م ماه می از سوی دولت تعطیل رسمی اعلام شد. افزایش 44.4% توریست و بازدید کنندگان از گرجستان نسبت به سال 2019. مشروع اخبار: سخنرانی ایوانیشویلی: من به شما قول میدهم در سال 2030 عضو اتحادیه اروپا میشوید. بیدزین ایوانیشویلی در تجمع حزب رویای گرجستان گفت: من به شما قول میدهم که بر همه موانع فائق آمده حاکمیت و صلح خود را تقویت و حفظ خواهیم کرد و در سال 2030 عضو اتحادیه اروپا خواهیم شد. وی افزود: ما ملتی ویژه با تاریخ، سنت‌ها و هویت منحصر به فردی هستیم که باید به اتحادیه اروپا بپیوندیم. به این دلیل است که اروپا برای ما ارزش واقعی دارد. حزب رویای گرجستان بر این باور است که رویاها می‌توانند محقق شوند. ایوانیشویلی در ادامه به راهیابی تیم ملی گرجستان به جام ملت‌های اروپا اشاره کرد و گفت: یک گرجستان آزاد و مستقل خواهیم داشت. عضو اتحادیه اروپا و یک کشور متحد و یک پارچه خواهیم داشت. این رویای ماست که مطمئناً با هم به آن دست خواهیم یافت. رئیس جمهور گرجستان: راهپیمایی به سبک پوتین. رئیس جمهور گرجستان در صفحه ایکس خود نوشت: راهپیمایی به سبک پوتین. کارمندان ادارات را با اتوبوس به تفلیس می‌آورند تا از تصمیمات حزب حاکم حمایت کنند. گرجستان واقعی یک گرجستان آزاد و اروپایی است. میخائیل ساکاشویلی در صفحه ایکس خود نوشت: ایوانیشویلی در ماه‌های آینده آسیب بیشتری به کشور وارد خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین گرجستان که در زندان به سر میبرد در صفحه ایکس خود اشاره کرد: روز گذشته دیدیم که ایوانیشویلی مرعوب و بسیار گیج شده بود. او تصویری از یک حاکم هراسان است. تعطیلات رسمی پیش رو: 7م، 8م و 10م ماه می از سوی دولت تعطیل رسمی اعلام شد. مراکز اداری مختارند نسبت به صلاحیت و خدمات خود تعطیلات تعریف شده را اعلام کنند. افزایش 44.4% توریست و بازدید کنندگان اروپایی از گرجستان نسبت به سال 2019. اداره ملی گردشگری اعلام کرد از ژانویه تا مارس 77,045 توریست خارجی از کشورهای اروپایی و بریتانیا از گرجستان بازدید کردند. بر اساس این اطلاعات شاهد افزایش 44% نسبت به سال 2019 هستیم. بیشترین بازدیدها به ترتیب از کشورهای لهستان، آلمان و بریتانیا بوده است. با سابسکرایب کانال یوتیوب رادیو تفلیس می توانید از آخرین اخبار و اطلاعات روز گرجستان مطلع شوید. رادیو تفلیس.